خدا. دوستای عزیز سلام، انشالله هر کجا هستین خوش آرام باشین، در هر کجای از دنیا هستین صحتمند و سلامت باشین. دوستای عزیز خوش آمدین بازم به یک برنامه جدید از ما. دوستان عزیز قسمی که بیننده هستین دیگه زکریا و صفورا و اسرا میتر آماده رفتن شده دیگه. نزدیک های عید نوروز دوستای عزیز، نزدیک های سال نو دیگه. اسرا و زکریا و صفورا از اینا کسته کالای نو نخریده تا بال برای خود دیگه. امروز موریم بندیز اینا خرید مونیم دیگه، در بازارم موریم. شما عزیزارم قنجقیق مبریم دیگه، تنها نموریم عزیزا، ما همیشه کس در جای بریم دوستا و بینندارم قنجقیق مبریم دیگه. شما تا آخر از این برنامه قد از ما باشین که صفورا و زکریا و اسرا چقدر کالا میخره بلده خوش سلیقه هستن دیگه. نالی صفورا اسرا بلدهش من یک سلام منه. سلام کو. سلام دوستای عزیز، خوب اینجا رو بخیرین. در چینل فاضله خوش آمدید. آفرین. صفورا جان تم سلام کو. سلام دوستای عزیز، خوش دارم، خوب صحتمند سری حال باشید، در جای دنیا هستید خوش خندان باشید. آفرین. زکریا تم سلام کو. دوستای عزیز سلام، امیدوارم که خوش و خوب و سری حال باشید. دوستای عزیز امیدوارم که خوب و خوش و صحتمند و سری حال باشید از هر جای دنیا که ما رو بیننده هستید. جوانم نموشی دیدی ناگیر تو شدم یار جوانم نموشی دزی پاسو چی که هیچ دل نگرانم نموشی دزی پاسو چی که هیچ دل نگرانم نموشی جورا جانم نموشی جورا جانم نموشی جورا جانم نموشی دل نگرانم نموشی نموشی. تکیه دل و تکیه زبانم نموشی باد از تکیه دل و تکیه زبانم نموشی دزی پاسو چه که هیچ دل نگرانم نموشی جورا جانم نموشی جورا جانم نموشی جورا جانم نموشی. بری اینجی بری بشت برا اینجی کالا ما خوش کده بری.
صبح بخشه چند بله این زیاده نه جالی داشت نه پشتی نداری کدام با آسی؟ خوش میاد نه زیرم درم این زیرم تلفن چی بگر 1400 13.5 بلده نه آجی هیچ خیلی کوه توی 1400 میری خوب دیستوری ما موقع یا ده 260 سید منزی بینید یا منزی بینید ما شکل میلیون سادش منتقل دادم هادی بدم سید نرگندی بینید منزی ارگندی هم یک دنه بخشه چی بگید ندید یک دنه سید موضوع نه بخشه هجه بخشه ما رخت بلده زی بگیری 3 متر رخت بلدهش کلا میشه 3 متر 4 نیم تنها رخت میشه اکی زبانیم نموشی دزی پاسو چی که هیچ دل نگرانیم نموشی جورا جانیم نموشی جورا جانیم نموشی جورا جانیم نموشی دل نگرانیم نموشی شانم نموشی گفتدی بیشتر از این لایق شانم نموشی جورا جانم نموشی دل نگرانم نموشی دیری ناگیر تو شدم یار جوانم نموشی دیری ناگیر تو شدم یار جوانم نموشی دزی پاسو چی که هیچ دل نگرانم نموشی دزی پاسو چی که هیچ دل نگرانم نموشی جورا جانم
رقم که بیننده بودین ما در یک دکان صنایع دستی هم است دوستای عزیز، لباس های محفلی و دکانه و از این چیزا هم هستم. حال قنجقه فروشنده از این دکان صحبت منیم که مثلا ایام عید دیگه چی رقم مشتری زیاده کمه در وقت ماه مبارک رمضان هم است. اولتر از او یک سلام بلده بیننده از ما کنین و خودتون معرفی داشته باشین. سلام علیکم بر همه عزیزای دل. ما کسم نعمت الله یاوری هستم. خانه من از پشت بازاره. دکانم در نام فروشگاه محبیه. با صنایع دستیم است. دیگه لباس های جور کردم زیاده، تفلانه و کلان و مثلا رختم زیاد است. آره. خب چطور است ماه مبارک رمضان بلده شم؟ فعلا خوب است آقای. امی دو هفته یک و نیم هفته میشه که کارا فرق کرده. آره. بهتر شدن ظرف چند روز میشه. مشتری یعنی زیاد دارین؟ ماشاءالله است شکر. کم و بیش هست نمزی وقت. از پیش خود زیاد کاروبار خوب نبود. امی دو سی هفته میشه که بهتر شدن. آره. خب لالای جان زیادتر مردم که شما چونم متفاوت در دکان شما هم لباس هزارگی هم دیرن، باز از دیگر لباس های چی بازاری چیزا هم دیرن نه؟ با مشتری ها که میاش میخره زیاد شالای هزارگی دستکوب و کامپیوتری میخره یا از دیگه زیادتر شالی دستگویی میخواه. مثلا هر چی زیادتر کار باشه هم زیادتر میگیره. از اینکه از این وقتا محفل هم زیاده نه. باز از اون خاطر هر محفل یک دونه شال 100 باید بگیره. بخشی عروسا. خب دیگه باز میتونید قد از ما بگید یک دونه شال دستی امی قیمت چی؟ به خاطر که خیلی از بیننده بلده از ما دایرکت پیام میشت که شما برد از سنگ ماشه از دکانایش بلده ما گزارش بگیرین که مثلا قیمت ها اینجا فرق منه یا در کویته قیمت تره یا ارزان تره یا در جاغوری ارزان تر قیمت تره؟ اینج کس آقای جان شالم فرق تره. خب مثلا شال آخری کس میاد 8000 روپیه. او کس که خود جاغوری نیست، که غزنی نیست. بازینی کس میاد 18000 روپیه، یعنی میاد 18000 روپیه، میاد 18000 روپیه. یا کس که جاغوری است. باز یا که خود کس هم ظریفتر کوک منه. هم باز سرای تار خون ماکم منه. او کس همون تو یک بار مصرف است. باز یا کس او کس از غزنی میاد. باز او کس ارزان هم میاد، تا خانه 7000 6000 میاد. یا کسی باز قیمت کوک منه در جاغوری کوک میشه. مثلا تفاوت کوک جاغوری و مالستان چه رقم بلدش بود؟ مالستان هم کوک زیاد بد نیست ولی در اندازه جاغوری نمیشه. بسیار عالی. باز خب امی 1 متر دو دامنه اینجا در چند نمیالی؟ 1 متر دو دامنه 170 180 فعلا چیا. خب سهی لالای جان دیگه تشکر از اینکه قد از ما یک مصاحبه کوتاه دادین دیگه. سلامت باشه خواهش می‌کنم. آره در کاربار شما برکت باشد ان شاء الله. سلامت باشی جور باشه. آره دیگه گفتنی خاص ندارم بلده بیننده بلده کسایی که تو روش من آنو چی پیام داریم. کدام گفتنی خاص ما ندارم آقای. خب دوستای عزیز دیگه ای بود برنامه امروزی دیگه آن قیمتام بلدشم کم و بیش معلوم شد. باز دارید آمد از ما باشین. دوستان خوب ما، ای بود برنامه امروزی از ما که تقدیم شما شد. انشالله از برنامه خوشم باید. تا برنامه های بعدی خدایا رو نگهدار شم عزیزا.